یکی از سمت‌های سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر بنیادکاری سبز و خرمگردانی محیط زیست میباشد. این تدبیر نیک دوامی سالهای صاحب استقلالی وسعت تازه پیدا کرده است. در همین زمینه در ناحیه دنغره ولایت ختنام با اشتراک دایره وسیع اهالی معرکه نهالشناسی دایر گردید. در این اقدام دسته جوانان ساکنان با توصیه متخصصان نهال‌های گوناگون از جمله حمایت دهنده و سایه افکن و آرایشی شنانیدند. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه دنغره با مقصد وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سبزگردانی، شنانیدن نهال‌های سایه افکن و آرایشی، تازه و آزاده نمودن کوچه و خیابان‌ها و گلگشت و باغ‌های فرهنگی حدود ناحیه تدبیرهای مؤثر و عملی می‌گرداند. امروزها در ناحیه ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون با حس بلند مسئولیت شناسی، بنیادکاری و سازندگی و خودشناسی و وطن پرستی با شنانیدن نهال‌های سایه افکن و آرایشی همیشه سبز و گل و بوته‌های موسمی مشغولند. موافق نقشه پیش بینی شده در حدود ناحیه دنغره در موسم نهالشناسی تیرماه و زمستان سال 2019 و بهار سال 2020 باید 17,000 بیخ نهال‌های سایه افکن، آرایشی، همیشه سبز و 402,000 گل و بوته‌های موسمی شنانیده شود. تا امروز 12,442 بیخ نهال‌های سایه افکن، همیشه سبز و آرایشی شناخته شده است که 73% نقشه را تشکیل می‌دهد. با اطلاع متخصصان ساحت در این موسم شنانیدن نهال و گل و بوته‌ها سری‌وقتی بوده نشأونمای خوب می‌یابد. با این مقصد نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه دنغره با استفاده از امکانیت‌های فراهم آورده شده تلاش دارند که کارهای آبادانی را وسعت بخشیده نهال‌های سایه افکن، آرایشی، همیشه سبز و گل و بوته‌های موسمی سری‌وقت شنانیده شود. در ناحیه برای تأسیس نقطه‌های گلپروری و نهالپروری نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده است و مسئولان نتیجه‌های به دست آمده را چنین شرح می‌دهند. یک عدد نهالخانه تشکیل کرده شده است که در آن عین زمان 10,000 بیخ نهال ساسنا از خارج کشور وارد کرده شنونده شده است که در حالت پرورش قرار دارد و اینچنین در حدود نهالخانه یک عدد گرمخانه برای پرورش گل و گلبوته‌ها تشکیل کرده شده است. عموما در ناحیه دنغره بهر تقویت بخشیدن رفت کارهای آبادانی و بنیادکاری در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و تدبیرهای وابسته به سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در زمینه هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای نشانرس عملی کرده می شود. همین است که تلاش‌های پیوسته نتیجه نیک را به بار آورده در سمت رشد ساحه‌های مهم خواجگی خلق ناحیه قدم‌های استوار گذاشته می شود. سمندر اسکندرزاده، حفیظالله سعدالله، بحرالدین ظاهر، اخبار.